پشم. علی سیاوش بریم ورود میزنیم اینجا. نگهبانیش اونجاست. خیلی تاب داره. از این من بریم. نه بس از اینجا بهتره. وقتی سوم افور چه خبره؟ بایسته بچه بود همون سی خسته شدی؟ داریم کم کم میرسیم به یک نقطه بلند. بیاید نخور به میلگرد دیگه. کامل نگیرونه دیگه. دو تا دیگه مونده. رسیدیم آخرین نقطه‌اش. یه نفس یه ذره نفس بگیریم جاشو پیدا کنیم بریم ادامه ویدیو. گرفتیم بین این دوتا بزنیم ارتفاعش نمیدونم معلوم بشه نشه ولی قرار شد این شکلی جونم خب یه پامو بذارم این بر یه پامو بذارم اون بر. حالا آویزون هم شدی میتونی از تو طبقه بری بیرون یعنی تو بادبنده پامو باید بذارم به اون دیگه. این چی میگم؟ آره برای سیفتیش خوبه. پس میگه اینجا بزنیم بریم اونجا. یه من رفت خب وحید داریم که میخواد بره اینجا بهنگی و عرب. رخ تتو خوب هست تو این دوربین نشون نمیدم ولی خیلی خفن.
حس آدرنالین هم بزنه بالا. فقط همین نه به درد ویدیو شاید نخوره. فکر میکنی مثلا فکر کنم آره با من شیلو کنی آقا چرا برعکس میشه. ببین سیفتیش کمه خب ولی به قول پشم همون بودی بگیریم دیگه خیلی عجیب بودم حسش من ریدم همون من پشمامون خیلی خفن بود دومونه اما دیگه حرف میزنم باید یه جواب میدادی چیه یه جوری ایزی آویزون شدی انگار مثلا صبح به صبح 10 بار اینو میای 10 دقیقه دندونی ها میزی اینجا صبح به صبح 10 بار آدرنالین زد برو پاهم داره میدرد خودی خب نباید این کارو کنی بیا پایین بیا پایین بیا پایین که بیا بغل منظورشه نه بیا بیرون از تو ارتفاع باشی شکلات چیزی میگیره بابا همون جب ندید حالش خوبه ولی کلا برای اینجور مواقع همیشه باید یک شکلات با چیکار میکنی؟ همون اینجا آخه بالای 200 متر ارتفاع چرا باید تازه داداشم علی برو بالا تو یه ویدیو بگیر یه بار دیگه همون بزنی همون دیگه هم اما من گرم باشم اینو بگی من گرم بکنم وحید یه ذره فیلم بگیرم من بچه بیا یه جا از دست قسم بیا کجا داشتم سیاوش بیا اینجا من گرم فیلم بگیرم حامد هم میخواد منو چیز کنه اینجا خوبه ها آره داشتم علی همون سیاوش بالاترین نقطه است دیگه یه جورایی به جایی که میتونیم بریم بالاتر هم هستش ولی نمیتونیم بریم بالا دیگه اجازه نداریم میرم قاچق اومدیم تو رو خدا نرید بالا الکی امتحان کن باشه الکی نکن من با حامد یه دونه دست به دست آویزون شم یه دونه دست به دست با حامد آویزون شم حامد هم یه ذره گرم کنه میذارم اینجا میفته اما اون میفته بات میزنه میفته بذار بیفتم کجا اینا ویدیو گرفتیم لاچی وحید میخوای یه دقیقه دندونی رو باز کنی برو اونجا با دندون آویزون چی چه دندونی تو جیباته فقط دست می‌کنی میخوام گرم کنم خب دی الان آویزون میکنم دیگه خودم بیا اوه علی فور اون لره لچ برسون بیا حامد اینو دسته فکر میکنی هم یه دقیقه نگاش کن اینجوری بیا زمین خب اینه خوبه؟ بیا بالا با تو زمین خوب کسخل اونجا نمیتونم حامد رو زمین ها اینجا جام بده اونجا جا خوبه؟ اونجا احساس میکنم جام خوبتر باشه ولی اینجا کیلو این بدا وقتی این لبه خودت نمیترسی از گوشیت میترسی علی میخواد بره اون بالا به جایی که از ارتفاع بترسه از گوشی دستش میترسه میخوای گوشت بدی بر؟ بیا من بیا خودت هم بزنی من دوباره دویده نشم نه 1 ثانیه من میام بالا 1 ثانیه ام من بذارم بده من گوشتو بده از این من بدم به حامد از اون رو بهت میده هیچی هست که حامد اینو بگیر برو ما وایسا از اون پرت میکنه واسه سیاوش بیا با ما نزدیک ما باش برو علی برو بالا کجا میخوای بری وایس بره بالا خب به من بگو من بدونم چیکار
میخواد بره بالا، گوشی رو از این بغل بهش. علی خیلی اشتباه کردی، از این بغل بری بالا. بیا پایین. بیا بودو. خب عزیزم از اینجا میریم اون رو دیگه. بیا بودو علی دیگه. بودو بیا پایین. سقف اینجا من نمیخوام بریم. نه. کدوم رو؟ میخوام این میله وایس. آها خب برو پس چی؟ گوشی بهش بده. جایی که من رفتم بالا علی نگاه کن اینجا یه دونه ماسل بزن برو بالا وایسا تمام. آماده؟ سیاوش داشت به ویدیو رو بگی قربونت. علی گوشی رو بگیر من رفتم زدم. بیا. همین ادامه‌شو بگی من برم. از اینجا چرا میری علی؟ درسته. اینجا برای داداش. رو به ما میزنی یا رو به ارتفاع میزنی؟ رو به ما بزن. پشت به ارتفاع بزن. عمو گذاشته نگو. تو ایران این چیه داداش؟ کار فیلم برداره بعضی وقتا آرتیستا سخت‌تر میشه آجی. تو باز کن علی جاتو درست کن من هر موقع گفت فعلا زدم. بعضی موقع زیدم پیام میده نمیدونم حتما داره بهم خیانت میکنه. دوست پسرش همون موقع. بچه‌ها با هم رفتن خیانت، اینو 100% دارن به هم دیگه خیانت میکنن. خیانت ما. برم؟ من نگاه کن. میگه لعنت بر دهانی که بی موقع باز. همون نخندی ناموسن نخندی میفتی همون نخندی بعضی جا دیالوگ نبگی واقعا. ترسیدی؟ نه ترس آجی اینجا دیگه واقعا باید خفه کار کنی. اما داشتم دورومی فاصله زیر واسط میزدم. نه همون اینو بگیر جفت بزن. همون جفت رو خیلی کوسوشه من اینجا دیدم وایس همون جفت چی؟ تک بزنیم زیاد. بیا عقب خب بیا عقب. نگاه کن خداییش دو بخش داره. یه بخشی که زدی یه بخشی که فیلم بردار رفت بالا و فیلمش گرفت. آفرین. احتیاط کن علی اصلا عجله نکن. احتیاط شرط عقله آجی میگم. ماسل کن بیا پایین. بزن همون اینجا وایسا خودشو پیدا کنم. من در تو چرا آدرنالین؟ همون پامو گاییدش همون ببین کجا وایسه اونم کمی از کارتون نداشتم. میخوای جام بزنی؟ آره همون بزن باشه. بعدش هم یه برسه بزن مورد بعدش. نه بود چی؟ مورد این حرکت هم. گوییدم علی گفتم یه جوری لرزید آفرین آجی. گفتم رفتم پایین دو دقیقه. من میگم یه بار دیگه علی وحید فیلمشو بگیر. برای چی؟ یورو بابا ببینی خودسال میشه بابا خودسالی یه ویدیوشو ببین نگاه نه نمیشه رفتیم واسه حرکت دوم. حرکت دوم اینه که حامد اون بالا وایسه، من از دستای حامد، بعدش آویزونش همین جا باشه نه خیلی بازه قشنگ حالت اون حاجی من نمیتونم بعدش برم چیز بعد بیا جلوتر. یه جلو بعد اینجا بزن. ببین چقدر بازه نمیشه. همون 180 داره میزنه. همون اینجوری باید وایسی نمیشه. اسکاتیه. اسکاتی دیگه همون حالا به نظر من اونجا وایسیم خب برگردی اونوری بزنی. خیلی اینجا بازه نمیتونی من نگه داری، فشار پاش خیلی زیادتره. اینجا بعد وایسی علی داداش اصلا ببین اینجا کمتره. اینجا آره ولی نمیتونم جا پا ندارم. نه اینجا بده. میخوای بریم ساختمون بغلی بده؟ فرقش چیه؟ اونم همونه. نه اونش امکان داره کوچیک‌تر باشه. علی چیکار کنی؟ نظر بده، فکر کن. میشه؟ با دست راست نگه داری؟ همون نگاه کن علی میخوای امتحان یا برعکسش کنی برعکسش کنی؟ اینو بگیری؟ نه من باید علی مواظب باش. پشت به ارتفاع وایسم. خب بیا. خب الان تو فکر کن یه دستت اونجاه علی افار. خب اینجوری دیگه نگاه خود قشنگ استیبله
بعد منو میکنی من میتونم اسکات بشم. خب علی بعد میتونی با دستت اینجوری هول بدی برم اونور یا اینور. ببین توی این حالت علی فا ببین منو توی اینو نگاه کن انگار چوه. تو این حالت وقتی وایسادی اصلا نباید بشینی. خب نشین وایس. بس صاف وایسی کن. پات بعد وایسی اسکات. بذار الان یه دونه امتحان کنیم. بیا برو بالا. برم پایین. برو پایین بیا. ببینم چه اینم این دسته. نه دیگه آره یه دقیقه امتحان کنی چجوریه خوب اومدی هم رب کردن. عموم تو از این تیراهنم میتونی بگیری با دستت وقتی آویزون باشی. آره از زیر این تیراهنه میگیری میدونی پاتو میذاری اون رو دندونی ول میکنی میپری با این. من یه چیزی هست فکم خوب میشه من مثل چیزم پیتبولم فکم خوب شه باز نمیشه. اما به دست تو بودو اما ببین چی خوب و استیبله ایزیه. نه نمیشه پام باز خیلی جا میخوای من وایسم من حالا تا وحید و من تا حالا چیز نکردم. خب بیا امتحان کنم اونور نگرت دارم نمیدونم میتونم. نه اونور بیشتر آخه ساعت این توصیه رو باید در بیاری. ببخشید نه بابا بکن تو دسته. خب بچرخ و اینی سمت الان با هم چیز میزنم جلو بازی اما بیا اصلا اینو ول کردم. بری جلو عقب. نه علی فا اینجا پات بازتر از اینه. اوکی هم یه ذره باز کن یه ذره همینم یه ذره باز کن یه درست اینجا همینم الان همینم همینی این بر بازه دیگه. علی من نگاه کن علی یه دستم الان اون نیستش. خب یه دست آویزون میشم دو دست کردم منو به سمت هر طرف راحتی ببر یا چپ یا راست. فقط منو نگاه کن. سعی کن علی چیز وحید از بدنت دور نشید. تو بدنت نگه دار. دستتو بچسبون به بدنت تو بدنت نگه. علی مثلا الان من چیزام آویزونم الان. خب وایس الان نبردی. وایس حالا ببر. اما بیا دیگه الان اون وری. آره دیگه. خب نباید ولش کنی و واسه من سیف شم. اوکیه من نگرت میدارم. اگه یه جا ولش کنی بالاخره دیگه تو بعد دستتو ول کن. ببین سیت کردم این چون سرش بالاه جای پاشو نمیبینه. بعد وایسی تو پاشو استیبل کنه در آورد بعد بیاد. اوکی. خب بریم علی. بریم ویدیو رو کجا باید بگیره؟ ویدیو رو ما ویدیو دو رو کنسل میکنیم ویدیو رو بدیم دست سیاوش بگیره. میخوای با یه دست هم ویدیو بگیرم. پشمات نیست پشمای من خودم من میگم آجی بذار ول کنمش کنم. خب ببین واسه این که چیز بشیم یا راحت بشیم یه سیفتی میبندم. این خود اینم آجی سیف نیست ولی باز از این چی بهتره. اما این یهو به پامات گیر میکنه. من میگم یه دونه با این بزنید یه دونه بدون این بزنید. من میگم اصلا حالا یه دونه بزنیم هم یه بار بزن اون کار نیست دوبار بخوای بکنی. یه بار همدیگه رو بشناسیم آجی. مثلا همدیگه رو بشناسیم بشناسیم. ما صحبت کنیم. عاشق شیم. همون فشاری رو بیشتر دارم. آره همون. خب آویزون شدی خب از تناب گرفتی من آوردمت این بعد تنابو ول کن از اینجا بگیر با یه دسته. آره از این تیرا آویزون میشم تمومه دیگه. دستم برسه به جا پام برسه به جا. علی رو به یه آب میزنم. چون این من اینو به تو بدم یا تو اونی میدی پایین؟ چی؟ اینو تو از بالا بهم میدی؟ وسیله میگم جنگی یا ابزار جنگ بوده. تازیانه های باد وحشیه اینا. بیا. علی بیا کجا وایسادی؟ کدومشون بهتره؟ همش ببین من جلوی اون صفحه اولین کی فیلم میگیره پس الان؟ بزن اینجا نظر تمامه. نه اینجا. حامد اینجا خوبه؟ بذار ببینم چیز کجا باید چیز کن. ویدیو علی از اصلا ولی دوست دارم. خب
حرکتای آویزون رو زدیم. الان می‌کنیم سایت فلیپ علی میخواد از اینجا بزنه. خیلی ارتفاعی وحشتناک. حاجی سقفش هم خیلی ناسیفه. ارتفاعش هم حدوداً 1 متره. علی سقفشو داداش اصلا حاجی. نه دیگه همینه، لندش همینه. وای عمو پشما. علی بذار بریم اونورتر داداش. علی این سقفش خیلی آفتاب خوبه. علی داداش عجلت چی، بریم رو اون یکی بزن داداش. یزید تو لعنت. این هم مثل همه دیگه. از من بهش میگه آقا بچه‌ها میگفتن چه کاری می‌خوای دندون رو بزنی؟ ول کن دندونت خطر داره. منم میگفتم نه. تتوی جدیدشه داداش. 21 سیاوش تهرانی بچه کرج. بعدی چیکار می‌خوای بکنی؟ بخون با سمایته. میگه نچه پیه گوشه بچه 21 مثلا 21. این هم می‌بینید این اسمش تریلی نمیکشه ها. اینجا ساکت وایساده. سیاوش داره با زمین سلام علیک میکنه. چیکار میکنی یا چیزی؟ خوبه اوکیه وای. تا اونجا اوکی. یا بابا تو ساید کلا بعدش من میخوام اینو ساید رد کنم. ولش 1 متر. ببین منم اینجا من دوست دارم از این زاویه بگیرم. حالا خودم تو تصویر نیستم ولی سعی میکنم صحبت کنم تا بچه آماده بشن کارشون انجام بدن. 2 تاه. فقط یه نکته‌ای که داره بعد حواسشون باشه اون میلگرده است. چیز داره یه ذره چشمی میبینید تو قاب نمیفته انگار. مارکشو باید چند بار بزنه. حامد داره توصیه میکنه قشنگ کاری که باید انجام بده چون ارتفاع واقعا وحشتناکه. شاید حتی دوربینم معلوم نباشه. خیلی ارتفاعه. علی داداش میلگردو بسنجی ها. خب نه میگم داشته باشیشونو. همیشه کار فیلمبردار سخته. کار من نه، من که اینجا دارم مثلا یه کار دیگه میکنم. اما سیاه کاری که الان حامد داره مثلا اونجا میکنه میبینی. بعد بچه‌ها خیلی نگران گوشی دستشونن بیشتر تا اینکه نگران جونشون باشن. سیاوش تاب میلیاردر رو بگیر بذار بازیش بمونه. ثابتش کن. دستت طلا. چیکار دارم میکنم؟ دنبال دیالوگی هم میبینید علی کلا دیالوگیه. بگو میخواد چیز بگی؟ دیالوگ بگی؟ دیالوگ چیه؟ میخوام بگم نصفش بود چی ها به یه جامپنا میگم وقتی کیرم میگونیم اونجا نامزم ما بزن کیرم نکن میگم وقتی جونت پناهی نداشته باشه تازه اونجا سیه میترسی. اوه بعد حاجی وسط ویدیو بعد استوب بزنی بگی سوسماس بعد کلای جاست سیاوش بیا فری واسم برو دیگه. من ویدیو بگیرم ویدیو بذار کنار بیا پارک بعد ربات دستم پارک میگم خب بزنم میرم عقب اینجوریش میکنم میرم عقب بعد میگم زیادی رو میکنم نصفشون اون برقا ولی کلا یه حسی که پارکور داره اول از همه. حالا بعد به اون اعتماد به نفسه برسی که بتونی این کارا رو انجام بدی. بعدش این که تازه به اون اعتماد به نفسه میرسی تازه بعد با ارتفاع کنار بیای. چون واقعا زور، تکنیک، همه چی تو ارتفاع دندقبش روشن میکنه. بعد خیلی واقعا تمرین داشته باشه. یعنی الکی نیستش بخواد همینجوری بری بالا. امیدوارم که برای هیچ کس هیچ اتفاقی از ارتفاع نیفته چون هیچ جوره برای برگشت راهی نیست. رفتم واسه چیز ضبط ویدیو دیگه. یعنی بازیگریه دیگه. بعد یه دیالوگت هم بگی بعد گردی حرکت رو بزنی. جان پنوه
ببین حامده ها ببین یه جایی که باید جدی باشه خدای من همون یه جامپن اومد بگی همون تو گایدم ببین حامد میخوای یه دونه کلمه جان پناه استفاده کن همین میخوای من اینجا داد بزنم علی میدونی این چیه؟ ای خدا پسر اون میدونی چیه؟ وقتی پناهی نداشته باشه اوه کلاشو داد اون خدای کمکش کن یا علی پشمو اوجی پشمو اوجی وای اوجی وای وای یزید تو آقا دیگه تو ویدیو نمیخوای بگیری